پس پیام اول من به خود اون کسی است که میخیزن از این رژیم رحمانوف دفاع و حمایت میکنن و میخواهند که حق و حقیقت را بپوشانند و در چشم ما و شما خواب میپاشند. اینها کیا هستند؟ اینها بعضی از ملاهای درباری هستند که الله عزوجل رحم کند و در واقع اینها میخیزن به ساعتها گپ میزنند و از این حکومت دفاع و حمایت میکنند و همیشه یک گپ رو تکرار میکنند که ما مردم تاجیک فرهنگ داشتیم برادران عزیز. و همچنین کسی که گپ را میزنین متوجه باشین که داشتیم از داریم فرق میکند. شما میخیزین بسیار به یک جرأت به یک زبان دراز میگین که ما امام بخاری داشتیم و ما امام ابو حنیفه داشتیم و ما بدیل داشتیم و ما اسماعیل سامانی داشتیم و ما فرهنگ داشتیم. بله داشتیم. فعلا چی داریم؟ این را متوجه باش. و تو وقتی که در جامعه بیرون میشی ببین که یک جوان تاجیک، یک دختری تاجیک در رفتارش، در کردارش، در گفتارش، در خوردن، پوشانیدن، در طریقه سر فرما پوشانیدنش از کدام فرهنگ پیروی و تقلید میکنه. این را متوجه باش و این را برای مردم بگو. بله این وقتی که ما امام بخاری داشتیم فرهنگ اسلامی داشتیم. در آن وقت زنهای ما و شما بی پرده و بی حیا نبودند. در آن وقت فرهنگ غرب شرق در جامعه ما و شما حاکم نبود. در اون وقتی که ما و شما امام ابو حنیفه داشتیم در اون وقت فرهنگ و آداب و اخلاق اسلامی در جامعه پیاده بود، نه فرهنگ غرب شرق. در وقتی که اسماعیل سامانی بود در اون وقت فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی در اینجا پیاده بود و اون شخصیت به خاطر چی اسماعیل سامانی شید؟ به خاطری که او از دین دفاع میکرد، از دین، به خاطری که او از فرهنگ اسلامی دفاع میکرد، به خاطر اینکه او از علما دفاع میکرد. در وقتی اون مدارس و مکاتب های اسلامی زیاد بدن و این شخصیت از علمای ربانی و از علمای واقعی دفاع و حمایت میکرد. به همون خاطر بود که در وقت ما فرهنگ داشتیم. به همین خاطر بود که ما در وقت آبرو و عزت داشتیم، چون که دین به در وقت. اما تو فعلا بگو که فعلا ما چی داریم. ترا به الله قسم که فعلا کدام فرهنگ در جامعه ما و شما پیاده است. حتی در داخل خانه تو، در داخل خانه به کدام فرهنگ تو زندگی میکنی. همین یک بار متوجه باش و از الله شرم بکن. و ابو جهل، ابو لهب اینها را داشتن بهترین بشریت پیامبر صلی الله علیه و سلم و عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم که بسیار از پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع و حمایت کرد تا آخرین لحظه، آنها را که داشتن بهترین بشریت پیامبر صلی الله علیه و سلم نجات نداد. آنها بدترین مخلوق شدند، مادامی که از آنها بهترین مخلوق و بهترین بشریت بوده که او پیامبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی که آنها را ابو لهب و ابو جهل و دیگر اون شخصیت ها را وقتی که بدن پیامبر صلی الله علیه و سلم که نجات نداد، برای آنها عزت و آبرو نبخشید، پس بدن امام بخاری و بدن امام ابو حنیفه و بدن اسماعیل سامانی برای ما و شما عزت و آبرو میبخشه و بدن آنها ما و شما را از آتش جهنم و از عذاب الهی نجات میدهد. اگر این گونه میشید، عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم
که از او تا دم مرگ دفاع و حمایت کرد، اون از آتش جهنم نجات میداد. امام بخاری و امام ابو حنیفه ما و شما را نجات نمیتیند. وقتی که ما و شما راه آنها را، تمدن آنها را، فرهنگ آنها را دنبال بکنیم، پس در این صورت راه آنها، عقیده آنها ما و شما را نجات میدهد، نه بدن او. پس این سخن متوجه باشین. تو هم یک عالم هستی، پس متوجه باش چگونه عالم هستی که میخیزی این سخنهای را میگویی که اصلا نه در منطق جرمیه، نه دیگه در عقل، نه در دین. پس از الله شرم بکنید. کاملا دین از جامعه ما و شما رفتگی هست، کاملا رفتگی هست. والله این کسی رد کرده نمیتوند. مسجدها بند هستند، مسجدها بند هستند، میفهمی؟ مدارس نیست، مدارسی که باید دین شان مردم باموزند مدارس نیست. فرهنگ اسلامی در جامعه ما و شما نیست، تعلیم تربیت اسلامی نیست در جامعه ما و شما. کاملا فرهنگ غرب و شرق در جامعه ما و شما حاکم است. پس چگونه شما میخیزین از دین دفاع میکنین و از با این سخنهاتون حقیقت رو میپوشانید و در چشم مردم خاک میپاشید؟ از الله شرم بکنید.